آیا تا حال شده که حس کرده باشی حرفهایت بی اثرند و منظورت را درست نمیرسانی؟ ارتباط شفاف میتونه همه چیز را عوض کنه. هوشمندانه حرف بزنی با اعتماد به نفس. دقیقاً برای همیشه استاد این هنر بشی. بیا کلید رازهای پنهان را کشف کنیم. ارتباطات ستون فقرات هر رابطه و شغل و فرصت است. با این حال خیلی از ماها در بیان واضح افکارمان مشکل داریم و این باعث می شود که پتانسیل واقعیمان دیده نشه. این یعنی هدفش اینه که با شفافیت، اعتماد به نفس و هدفمند حرف بزنی. چی سخنران حرفه‌ای باشی، چی جلوی جمع دست و پاشو گم میکنه. این راهنمایی قدم‌های عملی جلوی پایت میگذاره تا مدل حرف زدنت را کاملاً عوض کن. شماره اول، حرف زدن به معنی استفاده از کلمات پیچیده و یا مثل پروفسورها نیست. یعنی افکارت را قسم بیان کنی، واضح، راحت فهم و با اعتماد به نفس باشه. خوب، اینطوری فکر کن که پیامت دقیقاً همانطوری که در ذهنت داری به بقیه برسه. یکی از بزرگترین چالش‌های ما موقع حرف زدن این است که بیش از حد نگرانیم که صدای ما چطوره یا دیگران چی فکر می‌کنن. همین باعث میشه که چیزهای بی‌معنی بگیم. کلیدش اینه که ریلکس باشی و روی پیامی که میخوای بدی تمرکز کنی، نه روی مدل گفتنت. یک مشکل رایج دیگه نداشتن کلمات مناسبه. اگه دایره لغاتت محدود باشه، انگار میخوای با چند رنگ محدود نقاشی کنی. ولی خبر خوب، دایره لغات به مرور زمان بهتر میشه. لازم نیست لغتنامه را حفظ کنی، فقط روی کلمات تمرکز کن که در زندگی روزمره به درد بخور و مرتبط هستن. واضح حرف زدن یک مهارت است. چیزی نیست که همراهیش بدن یا آمده باشی. تمرین، صبر و استقامت به یادگیری می‌خواهد. چه با یک نفر حرف بزنی یا با جمعیت، توانایی ارتباط شفاف و با اعتماد به نفس می‌تواند درها را به رویت باز کنه و فرصت بسازه. شماره دوم، قدرت یک دایره لغات قوی. کلمات ابزارهایی هستند که برای به اشتراک گذاشتن افکار، ایده‌ها و احساسات ما استفاده می‌کنیم. همانطوری که یک نجار برای ساختن یک چیزی عالی به ابزار درست نیاز دارد، ما هم برای ارتباط مؤثر به کلمات درست نیاز داریم. یک دایره لغات قوی مثل داشتن جعبه پر از گزینه بیشتر میده تا خودت را واضح و دقیق بیان کنی. ولی ساختن دایره لغات معنیش حفظ کردن تمام دیکشنری نیست. یعنی یاد گرفتن کلمات که روزمره به کار میآید. یکی از بهترین راه‌ها خواندن کتاب، مقاله یا حتی وبلاگ خوب و خواندن تو را با کلمات جدید در دل متن آشنا میکنه. اینطوری نه تنها معنی را میفهمی، بلکه یاد میگیری چطور طبیعی ازش استفاده کنی. مثلا اگر زیاد درباره یک تکنولوژی بخوانی، خود به خود کلمات مثل الگوریتم یا رابطه کار را یاد میگیری. و یک ترفند دیگه، استفاده از لغات مترادف برای پیدا کردن کلمات هم معنا و تنوع دادن به حرفهایتان است. اما به شما یادآوری می‌کنم که از کلمات پیچیده فقط برای تحت تأثیر قرار دادن بقیه است استفاده نکنید. هدف ارتباط شفاف و برقرار کردن است، نه تحت تأثیر قرار دادن. شروع کن به استفاده از کلمات جدید در مکالمات عادی و به مرور زمان می‌بینی که دایره لغاتت به طور طبیعی و خودکار رشد کرده است. شماره سوم، هنر گوش دادن یعنی ارتباط فقط حرف زدن نیست. گوش دادن هم هست. در واقع شنونده خوب بودن میتونه تو را گویندی بهتر تبدیل کنه. وقتی واقعاً به کسی گوش میدی، درک عمیق‌تری از افکار و احساسات پیدا میکنی که تو را کمک میکنه جوابهای فکر شده تر و با معنی تری بدی. گوش دادن فقط شنیدن کلمات نیست، توجه به پیام آن کلمات هست. یعنی توجه کامل به گوینده بدون اینکه حواست پرت شوه. البته در دنیای امروز این کار سخت است، چون ما محاصره شدیم با حواس پرتی‌های مثل گوشی، نوتیفیکیشن ها یا حتی فکرهای خود ما. اما با تمرین می توانی یاد بگیری که در مکالمات حضور بیشتری داشته باشی.
یک راه ساده این است سوال پرسیدن. وقتی که سوال میپرسی، به گوینده نشان میدهی که درگیر بحثی و علاقه‌مندی و همچنان کمک میکنه اگر چیزی را نفهمیدی شفاف شوه. خب، یک تکنیک دیگه، تکرار با خودت است. یعنی چیزی که گوینده گفته را با زبان خودت تکرار کنی و این کار نه تنها نشان می‌دهد که گوش می‌دهی، بلکه اگر اشتباه متوجه شدی، گوینده فرصت دارد اصلاحش کنه. مثلا اگه کسی میگه در محل کار خیلی استرس دارم، میتوانی بگی به نظر میآید کارت خیلی سنگین شده، درست است؟ نشانه‌های غیر کلامی هم بخش بزرگی از گوش دادن است. مثل ارتباط چشمی، تکان دادن سر و استفاده از حالتهای چهره برای نشان دادن و درک مطلب. باعث میشه گوینده حس کنه شنیده شده و ارزشمند هست. این حرکات کوچک تأثیری زیادی دارد در ساختن اعتماد و ارتباط. شماره 4. دسته‌بندی افکار. تا حالا شده شروع کنی به حرف زدن، در وسطش بفهمی رشته کلام از دستت در رفته؟ این تقریباً برای همه پیش می آید و معمولاً دلیلش این است که قبل از حرف زدن فکر ما را منظم نکردیم. چون ارتباط شفاف با فکر شفاف شروع میشه. وقت افکارت ساختار داشته باشن، کلماتت طبیعی‌تر جاری میشن و پیامت راحت‌تر فهمیده میشه. یک راه ساده برای نظم دادن افکار، درست کردن یک چارچوب است. ضرورا نیست پیچیده باشه. یک لیست ذهنی و سریع یا چند تا یادداشت کوتاه کافی است. مثلا اگر برای یک ارائه آماده میشی، نکات اصلی را یادداشت کن. این کمک میکنه متمرکز بمانی، چیزی را فراموش نکنی. در اول حرف اصلیت را واضح بگو، بعد دلیلش را توضیح بده. چرا مهم است یا چرا باورش داری؟ بعد یک مثال بزن تا روشن‌تر شوه و آخر سر دوباره حرف اصلیت را تکرار کن تا تأکید بشه. این روش مخصوصاً در جلسه یا مصاحبه خیلی به درد میخوره. اگر ما منظم نباشیم، این کار مخاطب را گیج میکنه و پیام را ضعیف. به جایش مختصر و مفید بگو. بچسب به نکات کلیدی و مخاطب را با اطلاعات زیاد بمباران نکن. شماره 5. حرف زدن با اعتماد به نفس. اعتماد به نفس مثل آن ماده اولیه مخفی است که ارتباطت را قوی‌تر و متقاعد کننده تر می کند. وقتی با اعتماد به نفس حرف میزنی، مردم بیشتر تمایل پیدا می کنند که به حرفهایت گوش بدهند و حرفت را باور کنند و ایده هایت را جدی بگیرند. اما نکته اینجاست. اعتماد به نفس برای همه ذاتی نیست و این کاملا طبیعی است. خبر خوب این است که اعتماد به نفس چیزی است که با تمرین و ذهنیت درست به مرور زمان ساخته میشه. یکی از بهترین راه‌ها تمرین مداوم است. از کم شروع کن، جلوی آینه تمرین کن یا با یک دوستت تمرین کن. اگر در پیدا کردن روش دیگه هستی، عضویت در گروه‌های سخنرانی را در نظر بگیر که محیط حمایتی دارند. یک ابزار قدرتمند دیگه تجسم کردن است. قبل از یک ارائه بزرگ یا مکالمه مهم، چند لحظه چشمانت را ببند و خودت را تصور کن که داری با اعتماد به نفس و مؤثر حرف میزنی. تصور کن که مخاطبها با سر تایید می کنند یا واکنش مثبت نشان می دهند. این تمرین ذهنی می تواند اعصابت را آرام کند. زبان بدنت هم نقش مهم دارد. صاف ایستاده شو، ارتباط چشمی داشته باش و از حرکات طبیعی دست برای تأکید روی نکاتت استفاده کن. این تغییرات کوچک تأثیر بزرگی روی درک بقیه دارد و در آخر از اشتباه کردن نترس. چون همه اشتباه می کنند و اشتباه بخش از یادگیری است. هرچه بیشتر نقصها را بپذیری و روی پیشرفت تمرکز کنی، نه کامل بودن، با اعتماد به نفس تر میشی. شماره 6. حذف تکیه کلام‌های اضافی. تکیه کلام‌های مثل می توانند بدون اینکه بفهمیم وارد حرف‌های ما بشوند. شاید بی‌ضرر به نظر بیاید ولی باعث می‌شوند نامطمئن، ناآماده یا حتی با اعتماد به نفس کمتر به نظر برسی. بهترین راه ضبط کردن صداست.
به صدا گوش بده و ببین در کجا از تکیه کلام‌ها استفاده می‌کنی. وقت استرس داری یا وقت مطمئن نیستی. وقتی که الگوها را شناختی، می‌توانی تغییرشان بدهی و آرام حرف زدن هم خیلی کمک می‌کنه. شماره 7. نوشتن برای بهتر حرف زدن. نوشتن و بهتر حرف زدن عمیق به هم وصلند و کار کردن روی یکی آن یکی را هم بهتر می‌کند. یک راه تمرین این است که همیشه یادداشت برداری کنی و یک تمرین مفید دیگه ویرایش نوشته‌هایت است. وقت متن را بازبینی می‌کنی، یاد می‌گیری کلمات اضافی را حذف کنی و روی چیزهای مهم تمرکز کنی. در نهایت، نوشته‌هایت را بلند بخوان. این کار کمک می‌کند اشتباهات را یا جملات نامرتب را پیدا کنی و سرعت حرف زدنت را هم بهتر می‌کند. شماره 8. استرس. استرس داشتن قبل از حرف زدن طبیعی است، ولی نباید مانعت بشه. راه کار چیست؟ یکی از ساده‌ترین تکنیک‌ها نفس کشیدن عمیق است. نفس‌های آرام و عمیق بدن و ذهنت را آرام می‌کند. سعی کن 4 ثانیه دم بگیری و 4 ثانیه نگهداری و 4 ثانیه بازدم کنی. آمادگی هم کلید استرس است. هرچه بیشتر به مطلب مسلط باشی، اعتماد به نفست بیشتر است و این کار ترس فراموش کردنت را کم می‌کند و استرس را دور کن. به جای آن از کلمه هیجان استفاده کن. هر دو حس واکنش‌های فیزیکی مشابه دارند، مثل تپش قلب. اما هیجان انرژی مثبت می‌دهد. همیشه جا به رشد کردن هست و بهترین گوینده‌ها کسانی هستند که هیچ وقت یادگیری را متوقف نمی‌کنند. یکی از مؤثرترین راه‌ها برای پیشرفت نظرخواهی است. از دوستان، همکاران یا مربی‌ها. بخواه صادقانه درباره سبک ارتباطت نظر بدهند و نقاط قوتت چیست؟ روی چی کار کنی؟ این تو را کمک می‌کند حوزه‌های رشد را بشناسی و یک راه عالی دیگه مشاهده گوینده‌های ماهر است. و دقت کن چطور جملاتشان را می‌سازند و از زبان بدن استفاده می‌کنند و مخاطب را درگیر می‌کنند. و در آخر کتاب بخوان. گوش بده و موضوعات جدید را کشف کن. این یک نقشه راه است برای تبدیل شدن به یک ارتباط گیرنده بهتر. این سخنرانی یک مهارت است، نه استعداد. آنها هم روزی مبتدی بودند و قدم به قدم پیشرفت کردند. تو هم می‌توانی. ممنون که در این سفر با ما بودی. اگر از این ویدیو خوشت آمد، لایک و اشتراک گذاری یادت نره تا کلید رازهای پنهان را دریابی.